تقریبا هر دفعه که روسلان غذا خریداری میکند به یاد میآورد چگونه در یتیمخانه آرزو میکرد شیرینی بخرد و شکمسیری خوراک بخورد. وقتی تو از خود میروی به فروشگاه در آمده و به هر طرف نگاه میاندازی و نمیدانی که دلت چی میکشد، آن وقت زیاده روی آغاز می شود. روسلان قهرمان آسیا و قهرمان مطلق چندین کراته قرقیزستان اویدی پاورلیفتینگ است. وقتی 6 ساله بود مادرش فوت دید. پدرش میزده شد. او همراه خواهرش تقریبا در کوچه زندگی میکرد. سپس آنها را به یتیمخانه سپردند. گفتند که بخوانیم، اما این پول کفایت نکرد. در نقطه شستشوی ماشین ها و ساختمان کار میکردیم. همین طریق روسلان همه چیز را یاد گرفت: تعمیر ماشین ها، ساختن خانه و حتی پخت و پز را. من خودم سبزوات خور هستم، چون که احیانا اساسا در عیدها گوشت داشتیم. بعد یتیمخانه نه تنها ورزش سبب گردید که روسلان میخواره نشود، هرچند او همیشه آرزو میکرد که قهرمان شود، اما بیشتر از گرفتن جایزه و مدال ها او میخواست عائله برپا کند. روسلان ازدواج کرد. روزانه در مرکز تعمیر ماشین ها زحمت میکشید، شبانه به سبقت ها آمادگی میدید. ولی بعد 4 سال عائله داری با همسرش جدا شد. حالا او در خانه اجاره همراه با پسرش زندگی میکند. من شب و روز با یاد پسرم هستم. هر یک نفسی او را میشنوم. هر شب با فکر آن بیدار میشم که مبادا او خنک نخورد و یا برعکس برایش گرمی نکند. این احساس مسئولیت در نزد کودک است. من هرگز او را تنها نخواهم گذاشت. روسلان حالا در برابر پسرش در مکتب میخواند. پسرش در صنف 3 است، روسلان در صنف 11. این ورزشگر میخواهد به دانشکده ورزشی داخل شده همچون مربی کار کند. برای این او به شهادتنامه معلومات میانه نیاز دارد. روسلان حیاتش را بدون ورزش تصور نمی کند. همین حالا نیز او آماده است در مسابقه هایی که در نیمه ماه ایون برگزار میگردند شرکت نماید. ولی برای اشتراک روسلان مبلغ ندارد و همه امیدش به پیدا نمودن سرمایه گذار است.